عالمان در تعریف این دو کلمه اختلاف کرده هستند. اما نظری که ترجیح داده شده است چنین است: غسل شستن، ریزاندن آب به اعضاهای طهارت به طرزی که قطره‌های آب از آن اعضاها جاری شود، ریخته شود. بنابراین اگر شخصی که با برف طهارت بگیرد، نظر کرده می شود اگر از عضوهای طهارت دو یا زیاده از دو قطره آب جاری شود، طهارتش با اتفاق علما درست است. اگر قطره های آب از اعضایش انفصال جدا نشود، در این حالت طهارتش درست نیست. مسح رسانیدن آب به اعضاهای طهارت به جایی که مس کشیده می شود، آب را رساندن است. بنابراین شخصی که زیر باران ره گشت و سرش با آب باران تر شد، هر چقدر دستش را به سرش رسانیدگی نباشد هم مسح سر انجام یافته شده است. همچنین شخصی که با مست بالای علفهای تر راه گردد و نمی علف به بالای مسح این اگر گذرد، مسح مست به جای آورده شده است، با دستش مس کشیدن شرط نیست.